خب دوستان، چند وقتی بود در رابطه با وضعیت گزارش‌ها در ایالات متحده داشتیم صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم اوضاع خرابه، اوضاع بده، بحث رکود هست، بوی رکود میاد و این داستان‌ها. اما اطمینان مصرف کننده که امروز منتشر شد، همونطور که مشاهده می‌کنید انتظار برای عدد 101 بود و عددی که منتشر شد 103 بود و این بسیار گزارش خوبیه و نگرانی‌ها رو از بحث رکود یه مقدار کمتر میکنه. یک گزارش ضد رکودی است به اصطلاح و باید حواستون باشه که یک مقدار ایالات متحده از اون بحث رکود داره فاصله میگیره و آروم آروم یک مقدار شرایطش داره بهتر میشه. همچنان احتمال رکود هست، اما توجه داشته باشید که اوضاع یک مقدار بهتر شده و وضعیت مناسب تره. میانگین انتظارات تورمی 12 ماهه آگوست هم به 4.9% کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از مارس 2020 و مطابق با کاهش تورم کلی قرار داره.